تنها چیزی که بهشون میگفتم که آقا جان، شما گوسفندید یا آدمید؟ خیلی سریع. چجوری دارید حرکت میکنید؟ گله شدید؟ اگر میخواید ببینید که برای کی دارید کار میکنید، بدونید که اینایی که میان و این تظاهرات رو خشونت میکشن، از پلیس میکشن، از مردم میکشن، دقیقا همونایی که در جنگ 12 روزه به سرتون بمب ریختن. دقیقا همونان. چرا نمیبینیم؟ به خاطر که فکر میکنین اعتراض داخلیه و اینا ایرونیان. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا اسرائیل با تانک به ایران حمله کنه، منتها به تانکاش رنگ پرچم ایرانو بزنه، قرمز و سفید و سبز. خب تو اون رنگ رو میبینی و فکر میکنی که ایرانیه، یا اینکه میفهمی تانک اسرائیلیه. خوب چشمتو باز کن و این رو هم بدون که فاشیسم اینطوری یه مال پهلوی یا مال آخوندا. اینا دوتایی پسرموی همن. کسی رو به جایی نرسونده. در نهایت برات رفاه نمیارند، خیال تخت. آزادی هم نخواهی داشت. ممکن بگی برات آزادی مهم نیست، فقط نون میخوای، ولی نونه رو مگه بهت بدن تو سرت میزنن. صاحب حق نیستی. تنها چیزی که به تو اعتبار میده اینه که به عنوان یک انسان ایرانی، شهروند ایرانی، به عنوان صاحب حق سرنوشت خودتو تعیین کنی. سرنوشت هم با راه رفتن تو خیابون عربده زدن تعیین نمیشه. سرنوشت رو با صندوق رأی تعیین میکنن و به دست آدمایی میدن صندوق رأی رو که درست کارن و رأی رو میشمرن و درست میدن دست اونی که باید. خب اینا این کاره نیستن. حتی اگر اداشو در بیارن، نه تو رو به حساب میارن، نه رأی تو به حساب میارن، نه هیچ چیز دیگر. این رو بدون. میخوای بری از اونهایی که رفتن دنبال خمینی و سرشون به سنگ خورد و نسل چندمش خود تویی، بپرس. بپرس چی شد که به این روز افتادی؟ چه انتخابی بود؟ چه اشتباهی بود؟ کجا مردم به خطا رفتن؟ اون تظاهرات میلیونی که اونا هم گوسفندی بود متاسفانه، در انقلابی که رسیده بود با بختیار به اونجا که باید، یعنی به آزادی، به دموکراسی، آزادی بیان اومد، گفتن هر جور بخوای اداره میکنیم مملکت رو، جمهوری هم میخواین رحم میدین جمهوریش میکنیم، تموم شد، هر چی میخواید هست دیگه. و از طرف آدمی که از نظر سوابقش به تمام معنا موجه بود برای زدن این حرفا، یعنی یه خال نداشت. خب همه اینا بود، نکردن، رفتن. تو هم الان دارید به همون خطی میری که تظاهر کننده های سال 57 دنبال خمینی میرفتن. خوب ببین دور و برت فرق کرده. احتمالا داری در وین تظاهرات میکنی، لباس ها دیگه اونطوری نیست، پرچمت هم یه پرچم دیگه است. البته توجه داشته باش که اینا هر چه پرچم شیر خورشید میارن، پرچم اسرائیل هم هستا. با از همین خودت سوال با همین کن، تابعیت اسرائیلی هم داری یا نه؟ آقا دو تابعیتی هستی؟ اگه نه فقط همون پرچم ایران کافیه ها. خب اینا رو بهشون میگم که به این فکر کنن. میفرمایید گوش نمیدن، میدونم اثر میکنه، تصور نمیکنم. نکته اینه که باید نیرو رو فراهم آورد و در مقابل فشار جمعیت با قدرت مقابله کرد. مسئله سعی نیست که اینجا دیگه شما یه نفر قانع بکنید. وقتی با زور میان برای اینکه بیان فاشیسم بکنن تو حلقتون، بعد جلوش بایستید به هر قیمتی که هست. 45 سال پیش مملکت داریم دست فاشیست مذهبی، حالا دوباره ببینیم دست این یکی‌ها. و 100 بار از پدرش بدتر، بی‌عرضه‌تر، ناتوانتر، ناچیزتر، مسخره‌تر. آخه بابا یه حد و حدودی هم داره. حتی اگه من و تو نگاه کردی شیفته اون 4 تا فیلم مستند قدیمی شدی که شاه راه میرفت یه هیبتی داشت، آخه یه نگاهی هم به اینا بکن، اینم ببین. یه مقایسه خودت تو همون رفرانس‌های خودت بکن که ببینی چیه.